دوستانی که رابطه کات یا سرد دارن، دختر خانمای عزیز، فعلا مسیر ازدواجی براتون نیفتاده چون راه ها رو بسته نشون میده. علت هم به خاطر مشکلات کاری و مالی طرف مقابلته. اما باید بگم کمی آشتی میبینم و دوباره رابطتون شکل میگیره و شروع عاشقانه رو با هم دارید. آقایونی که کات کردین، شخص احساسیتون بهتون فکر میکنه، چکت میکنه و حسابی روی ارتباط حساس شده. میخواد سر از کارتون در بیاره. تو هم زیادی حساس شدی، به شدت فکر منفی داری، رقیب نداری. اما اگر از وجود رقیب مطمئنی، رقیب با دعا مونده، در نهایت پوچ میشه. آشتی شروع رابطه رو روی 7 وعده داره نشون میده. دوستانی که کراش دارن، کراشت یکم ترسوه، میترسه نتونه مسئولیت رابطه رو به دوش بکشه. اما تا آخر ماه راهت بازه. صحبت و گفتگو، برگشت و دیدار براتون هستش. مرسی از اینکه چنل منو سابسکرایب میکنید و با لایک و کامنت های خوشگلتون از من حمایت میکنید.